تشریف آوردنتون و شهر کوبی مهمونی از سالدا میگویم نوری دیده ترکستان خوش آمدن. امروز توی است، امروز عید است، عید شما است. حکومت جمهوری تاجیکستان در سیمای ژورنالیستان دوستان خود را می‌بیند. بله. سربازان خود را می‌بیند. افسران خود را می‌بیند. و اینکه امروز سر و صدا هست و میخواهند سایه افکنند بالای حکومت ما که گویا مطبوعات بیزار، گویا ژورنالیست قماب است. این همایش و بودن رئیس یکی از بزرگترین شهرهای تاجیکستان بار دیگر گواهی میدهد که این آنگونه نیست که دشمنان ملت میخواهند. За то душевное тепло, которое вы подарили всем представителям СМИ, которые сейчас здесь находятся. Я очень горда тем, что мы символично начинаем свою деятельность именно с матери. Именно мать в каждом из нас своим молоком воспитала то, чтобы мы полюбили свою маму, свою родину. در یک مهلت خیلی کوتاه توانست بار دیگر شهر کلاب را با انمون جوانمردانی با اور و ناموسش توی اون باره معرفی کنند و سرجم آوردن اهل قلم از تمام گوشه کنار جمهوری اثبات این سخن هاست. ما باید متحد باشیم، سخن را برای هرزگویی استفاده نکنید، برای به هم آمدن و دوست داشتن این مردم این سرزمین صرف کنید. در حقیقت ژورنالیست که تاجیک بسیار یک پسی بلندی های زیادی را پسی سر کرد و امروز با فکر بقلای بلندش رسیده است. خیلی دانشمند بود، دانشی که در داخل خودش بود، اونا آشکار نمیکرد چون که خیلی عادی بود. امروز تنها در شهر کلوب دو ناشیه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نوار یوتیوب کانال SSSR TV 164,000 تماشا و لایک از کامپیوترهای خیلی خوب بچه ها میدونن کامپیوتر پرایم آسوس. این پیش رفتن جامعه امروزه، رشد نمودن جامعه، من علاقه را درک کردم که هر یک قدم شما در دل برای پیشرفت جامعه امروزه، برای پیشرفت تاجیکستان عزیزمون بقدر حرکت میکنیم، بقدر میکنه که یک سهم تون در پیشرفت امروزه جامعه باشد. برای ما بسیار میnnتداری کنم از نام کل مردم کلوب شهر باستانی به شما رسونیم و باوری دارم که در آینده بازم با کارهامون در یک جایی باز زیچ می شود، با پیشروی هم زیاد می شود، نتیجه کاری ما هم زیاد می شود. ما اگر چقدر محنت کنیم، اگر اینیکاسی را اگر شما نکنیم، این کاری بگویم که در یک جا تکان خورده می ایستد. برای ما بسیار میnnتداریم. هزار رحمت برای شما، برای اومدنتون و برای روز مطبوعات همه شما رو باز یک بار دیگر تبریک میگم. سلامت باشید. رحمتتون کنیسیت خیلی بیغم خاطری جا مشمانده. برآمد که سایو. امروز باسا رمزی است که ما در زیر مادر، پیکره مادر گل میگذاریم. من بارها گفته بودم وقتی که اطراف این پیکره، این مجسمه یک گیرودارها شد، روح پاک این مادر نشان داد که سرآغاز تمامی کلوب اطراف این مادر متحد می شود و اگر لازم شود تمامی ملت
تمامی دولت اطرافی دلخواه مادر تاجیک زیچ میگردد و ما مشت میگردیم بر دهان دشمنان ایدئولوژی و واقعی. و اگر امروز ما زیر پای مادر ملت گل گذاشتیم، پس بدانید که امروز زادروزی مادر مطبوعات، مادر ژورنالیستیکا، مادر رسانه های تاجیک زادروزی بخارای شریف است. بله. من همه شما را به این روز نیک، به این روز مقدس، به این روز واقعا هم ایدانه تبریک و مبارکباد میگم و اینکه رئیس شهر کلاب جمعی ژورنالیستان را نه تنها از شهر کلاب، وادی کلاب، ولایت ختلان، بلکه تمامی جمهوری تاجیکستان گیر آورده است در اینجا. بار دیگر به نمایش میگذارد که حکومت جمهوری تاجیکستان در سیمای ژورنالیستان دوستان خود را میبیند، سربازان خود را میبیند، افسران خود را میبیند و اینکه امروز سر و صدا هست و میخواهند سایه افکنند بالای حکومت ما که گویا مطبوعات بیزار، گویا ژورنالیست قماب است. این همایش و بودن رئیس یکی از بزرگترین شهرهای تاجیکستان بار دیگر گواهی میدهد که این آنگونه نیست که دشمنان ملت میخواهند. ما مقصد هممون یگانه است. ما تنقید میکنیم، زیرا جناب عالی در 100 سالگی مطبوعات صریحتا گفته بودند که مطبوعات چشم و گوش حکومتند، چشم و گوش منند، چشم و گوش دولت تاجیکانند. دولت به کمبود نمی شود. کمبودی را باید گفت تنقید کرد و اما باید تنقید سازنده باشد. وقتی که ما ضربه های ایدئولوژی را حس میکنیم، تمامی دشمن های ایدئولوژی این ملت، این سرزمین، این دولت باید بدانند و طور مادرای ما میگویند پخته درک کنند که ما همیشه پهلوی ملت، وطن، دولت و سرور دولت خود هستیم و ما میتوانیم. ایدتان مبارک. Я очень горда тем, что мы символично начинаем свою деятельность именно с матери. Именно мать в каждом из нас своим молоком воспитала то, чтобы мы полюбили свою маму, свою родину. И именно сейчас, вот в теперешних ситуациях, когда везде идет угроза различных кибертеррористических атак, и наши недруги, как сказал Союз, не спят, наша задача всех представителей СМИ защищать национальные интересы государства, защищать свою маму от всех нападков и защищать нашу любимую родину и всегда выступать в поддержку политики, которая проводится основателем мира, национального единства, лидером нации, президента Республики Таджикистан. И я уверена, что вот такая вот сила, которая сегодня собралась, она сумеет перебороть всякие напасти. Спасибо за внимание. نفری که در حقیقت در یک مهلت خیلی کوتاه توانست بار دیگر شهر کلاب را با انمون جوانمردانی با اور و ناموسش توی اون باره معرفی کنند و سرجم آوردن اهل قلم از تمام گوشه کنار جمهوری اثبات این سخن هاست، چون که راهبری هست که همیشه با اهل قلم، با ژورنالیستان در تماس است، مصلحت میپرسد و میداند که به ژورنالیست، به قلمکش امروز پیش رفتن غیر امکان است و چنین اقدام پیش از همه امروز سرور دولت ما، پیشوای معظم ملت ما که ما همیشه میدانیم که تکیهگاهی داریم که نامش امام علی رحمان است و ما با جرأتانه قدم میگذاریم. از تنقیدی که امروز در تمام حکومت است دست میگیریم که بگذار آنها اصلاح شوند. از همه اون کمبودی ها امروز میگوییم و خوشبختانه امروز من از اون کار کردم بار دیگر که من زاده شهر باستانی کلاب هستم، چون که هر وقتی که از این دروازه داخل شهر میشوید باور کنید کلاب رو با چشم و دل دیگر میبینید. اینقدر تازه، آباد، اینقدر گلکاری و چهره شاد مردم و بار دیگر ما را این مسئولیت ما بیشتر میکنه
این ما زیادتر و خوبتر و بهتر باید فعالیت داشته باشیم و همیشه و در همه جا نام شهر فولاد، نام تاجیکستان را بلند برداریم. روز مطبوعات تاجیک به هممون مبارک باشه. چیزی را علاوه کردم بسیار دشوار است برای آنکه پیش از همه درباره مادر سخنهای خوب گفتن، درباره پیشوای ملت سخنهای خوب گفتن، درباره رئیس شهر بهترین سخنها گفتن. در حقیقت این شما بینید در پس منظری همین مجسمه یک بریلیفی است که درباره آبادی شهر است، درباره ساختمان‌هایش. این هم بسیار اهمیت خوب دارد و من میگویم که پیکرتراش بسیار زحمت‌های خوب کشیده است. من به نزدیکی یک چیزی نوشتم باز در جمهوریت دعای مادر، در اونجا من شهرداری هم خوجنده و هم شهرداری شهر کولاب در اونجا توصیف کردم که بسیار کار خوب کردن. حقیقت ژورنالیست که تاجیک بسیار یک پسی بلندی زیادی را پسی سر کرد و امروز با فکر بقلای بلندش رسیده است. من از نام خودم، از نام کلکتیو 70 نفره تلویزیون کلوب همه ژورنالیستای جمهوری تاجیکستان تبریک میگم. به همه شما تن صحت خاطر جمع نیکنامی آرزو میکنم، سربلند باشه. عید مبارک. بهترین شخصیت بودن. واقعا اگه اصلدین در مضافات هم باشند نام خود را در مطبوعات کشور و ژورنالیست کشور آنقدر پابرجا گذاشته بودند که باور کنید من یکمین بار دیدم که تمامی رسانه های هم داخلی هم بیرونی هم خودی هم بیگانه هم دوست و هم دشمن یک جای اعضا گرفتن و درباره این کس سخنهای خوب بنوشتند. من یگان نفری را ندیدم که از مطلب‌های تنقیدی اسدالدین دوستیوف رنجیده شده باشد، خفه شده باشد، آزرده شده باشد، چون که مطلب‌های او دعوت به اصلاح می‌کرد، برای پیشرفت کار بوده. خدا رحمت کنه اینجا که احمد هستن. احمد با همکاری داشتن سالهای طولانی. اما وقت یک جویا بودن. ولی درباره اسدالدین دوستیوف چیزی گفتن با فکرم اونقدر معنی نداره، چون که هر کدام این نفرها میشناختن، میدونستن چی انسان بود، چی دوست بود، چگونه همکار بود، هم قلم بود و شخصیتی بود خیلی دانشمند بود. دانشی که در داخل خودش بود، اونا آشکار نمیکرد، چون که خیلی عادی بود، خیلی شخص عادی بود و فهمیش خیلی خوب داشت. دوستی بود، شفیق، ژورنالیستی بود، خوش قلم، شخصیتی بود خوشنام و انسانی بود با گفتی بزرگوار که با حرف کلام و ما نبودن او را هم وقت احساس میکنیم. نزدیکان دیگر هم گذشته است، گذشتند، اونا را فراموش کردیم، خطا کردیم یا نکردیم، اونا را فراموش کردیم. اینا فراموش کردن نتونستیم. ما یک گروه از ژورنالیستان منطقه را در نظر داریم، در هر کجایی که می نشینیم حتما مراجعت میکنیم. من ایشانی هستیم میبینیم نیست، فراموش میکنیم که گذشته است. شخص است با ما داریم و احترام زیاد با رئیس محترم داشتن. رئیس محترم هم با قدرش رسیده توانست فراموش نکرد. ناز آدم خوب، آدمی که برای جامعه شب و روز در خدمت بود، هیچ وقت از یاد مردم نمیرود. شخصیتی بود که همه وقت در بین مردم بود، همه وقت بسیاری کارا را می اومدن بگفتن که خود دودار همینجا همه خیلی پرابلم های همین همه خیلی کدن در کار بود، بسیار مصلحت های مفید میدادن.
مبارک شود مبارک شود روز جوانمردم مبارک شود. بله بله. زمانی صاحب استقلالی تاجیکستان شماره روزنامه و مجله و دیگر وسایط اخباری عامه انگشت‌شمار بودند. امروز تنها در شهر کلوب دو نشریه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، یک نشریه خصوصی، یک شبکه تلویزیونی، یک رادیو، نشریه و مجله و رادیو و روزنامه‌های مؤسسه‌های تعلیمی، اینچنین نمایندگان بیش از 20 رسانه‌های جمهوری، ولایتی و خارجی در شهر فعالیت کرده ایستادند. حضورین گرامی، به خاطر تقویت همکاری‌های متقابلا سودمند و افزایش دادن هوسمندی روزنامه‌نگاران جهت پخش و نشر موادهای جالب، ما سال گذشته تصمیم گرفتیم که با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون بهترین معرفی کننده دستاوردهای شهر کلوب را اعلام کنیم. آزمون از روی 4 نامیناسیا: چاپ مواد در موادهای دوری، نشر در سامانه‌های اینترنتی، انعکاس در شبکه‌های تلویزیونی و شنوانیدن طریق رادیو سازمان داده شده است. تا امروز با آزمون 173 مواد پیشنهاد شده است. باوری داریم که هیئت حکمان در اساس طلبات نظامنامه هر یک مواد را مورد آموزش قرار دادند و آنها را واقع بینانه بهاگذاری کرده غالبان را معین نمودند. نوابسته از نتیجه آزمون وظیفه خود می‌دانند که با همه آن نفران رسالت کسبی خود را اجرا و در تشویق و ترغیب یک گوشه زیبامنظر تاجیکستان شهر کلوب سهم گرفتند منتداری بی‌پایان خود را بیان نمایند. در آخر می‌خواهم یک مسئله مهم را به شما مطرح کنم و باوری دارم مرا خوب می‌فهمید. سخن سوزنده و سازنده است. ما که در گذشته نه چندان دور عاقبت‌های خیلی هم سنگین سخن‌های سوزنده را پشت سر کردیم، باید تمام کوشش‌ها را به آن روانه سازیم که سخن‌هایمان فقط سازنده باشند. همچنان که پیشوای معظم ملت تاکید کردند، منفعت‌های ملی تقاضا می‌کند که واسطه‌های اخباری عامه با صفت دستگاه توانایی اطلاعاتی در مبارزه تحمیلی اطلاعاتی چون سپری با اعتماد خلق و دولت خدمت نماید، با حفظ آرامی و ثبات جامعه فعالانه خدمت کنند و اعتماد مردم را به فردای نیک تحکیم بخشند. با این نیت‌های نیک بار دیگر همه شما را به روز مطبوعات تاجیک تبریک و تهنیت گفته در زندگی و کار و فعالیتتان سعادتمندی و کامیابی‌ها آرزومندیم. از نام اهل قلم مجله عنوان تاجیکستان تشکر خود را، منتداری خود را به رئیس شهر کلوب محترم نظرزاده بختیار میرسانم که همیشه از ما آموزش میکنند، در همه کارها در پهلوی ما هستند، دستگیری میکنند و امروز ما از آن باید بگوییم که در حقیقت طول چند سال آخری که پی در پی، هرچند که امروز روز این سخنها نیست ولی ما باید بگوییم رئیس های شهر عوض شدن. شخصا من همچون ساکن شهر از این چیز بسیار درد میکشیدم، چون در پایتخت زندگی کردن این مسئولیت خیلی بلند است و هر وقتی که رئیس شهر کلوب عوض میکنن اطرافش سخنهای خیلی بلند پست و بلند گپ میزدن و در طول 1 سال 1.5 سالی که محترم رئیس روبری شهر کلوب رو به عهده دارم، باور کنید همچون یک شهران از افتخار میکنم، چون که با دل پر میتوانم، چون در کارخانه که من فعالیت میکنم از تمام گوشه و کنار کشور در اونجا فعالیت میکنم، هر وقتی که اونها میخوان از کلوب شهر دیدن کنن، من با یک دل پر و خرسندی میتوانم آنها رو به شهر دعوت کنم، چون که میتوانم بگویم که آنها رو به کجا برای خوردن برد، از کجا باید آنها دیدن کنند، از تازگی شهر
باره که من نمیکنم نومی رئیس شهر وقتی که در جمع در اومدم میمونه به حد قیمت همراهی داشتم اومدیم من در روبروی شهر که ارچه‌های ایستادگی‌اند همین خیلی بسیار با یک تعجب نگاه کردم و من از رئیس شهر اومدم که محترم رئیس صبح بر وقت است اقلا کوچه‌مون رو باید آب زنیم مهمان‌ها میآیند گفت ما نداریم این خیلی امکانیت این خیلی شرایط و امروز که از دروازه شهر کلوب وارد میشویم افتخار میکنیم که زاده این شهر هستیم. امروز عرفه عید است و یکایک شما برادران عزیز همقلمان عزیز همیشه قلم سازنده قلم صبر را تمنا میکنم. ما هر چیزی که میگوییم برای آبادی همین دولت همین کشور و همین زادگاه عزیزمون باید باشد. موفقیتی با بخشش در همین است. بله. همین است که ما در یک جویایی کار و فعالیت میکنیم. این پرابلمی که در شهر است در اومده برادرانه همون مسئولیت میکنیم از پسی برطرف کردن این کمبودی میشه که با همین روزا نویل گشته. از روز اول رئیس توانستن که با تمام قلمکشان در پهلوشان باشند در روز مشکل در پهلوشان باشند در روز غم داشتن در پهلوشان باشند و از همه مردم احساسی این مردم قلمکش است ژورنالیست است و این چیزها را بسیار قدر میکنند و هیچ وقت فراموش هم نمیکنند. و همین خاطر ما همه شما را صمیمانه شادباش میگم. خداوند همه وقت تنصیحت باشیم آباد باشیم هم زادگاهمان شهر کلاب و هم تاجیکستان عزیزمان دائما آباد باشد و هر کدام ما در جاده خویش معرفی کننده انا همین وطن همین ملت و همین سرزمین باشیم. عیدمان مبارک باشد. پیوسته با نمایندگان وسایل اخبار امت صحبت میکنند این علاقه جسارت است. برای همه ما بدانیم که اکثر وقت می شود برای ملاقات با رئیسان مراجعت میکنیم آنها با هر بهانه از ژورنالیستان دوری میجویند که این واقعیت است این دلیل است. و امروز که ما در روز تجلیل جشن باشکوه روز مطبوعات تاجیک قرار داریم برای من افتخار است وقتی که از طرف رهبریت شهر کلوب و ما زنگ تلفنی می شود که امکان باشد اشتراک کنید. ما باور کنید افتخار میکنیم که شهر کلوب صاحب دارد. بعد 2000 سال ضربه مدهیش با سر ملت سال 1912 تاجیک دیگر باره از خود صدا بلند کرد. این صدایش در صحیفه های همین بخارای شریف بود و پوش از سر تمام قبایل تاس و لاس و برلاس کند. وقتی که گمان کردن دیگر این ملت صدا بلند نمیکند بعد این همه ضربه ها اما کرد. روزنامه تأسیس داد که تماما طول 2400 سال پیش برای این ملت نامفهوم بود منابع ژورنالیستیکا. 2400 سال پیش بود ژورنالیستیکا در ما. هرودوت پدر تاریخ در کتاب همنامش تاریخ یادآور می شود این قاصدان پارس آنچنان تیز حرکتند که حادثه به انجام نرسیده خبرش در پسرگاد از اتیکا از یونان به پسرگاد میرسد. قاصدان یکدیگر را راه عوض میکنند. قاصد به اسب عوض میشود و خیلی زود خبر از اتیکا و پسرگاد میرسد که 2.5 هزار کیلومتر بود. ببینید این ژورنالیستیک است این رسانیدن پیک است تازگی و امروز لیوابرداران همین ژورنالیستان منطقه کلوبند اگر در مرکز جمهوری هم باشند اکثریتشان از این منطقه ژورنالیست خیز است. قلم گفتا که من شاه جوانم قلمکش را به مقصد میرسانم. هر کس که با قلم سر کار دارد بسیار مسئولیتی بزرگ در زندگی دارد. بسیار مسئولیتی خود قلم کشی بسیار مسئولیتی بزرگ است. دوستان هرچند که نه هر نوشته مال تاریخ است. برای اینکه نوشته ما مال تاریخ باشد
ما باید تاریخ ملت خودمون رو بدونیم. ما باید ننگ و ناموس ملی داشته باشیم. ننگ و ناموس و شرف ملت توانیم که با وسیله قلم خود با آینده میراث گذاریم. برای همین دوستان عزیز قلمکشی بسیار مسئولیت بلند دارد و قلمکش حق ندارد برای اون حق ندارد که مسئولیت انسانی بزرگ دارد. آن چه می نویسد باید برای جامعه، برای نسل‌ها، برای وطن عزیز باید خدمت کنند. چقدر که درباره ژورنالیست، درباره فعالیت ژورنالیستی حرف زنیم همین نکنند. امروز درست گفت بعدی که همین در نزد مجسمه دوی مدت چنبر گذاشتیم و بعد در خانه که مسئله برای عیادت فرزنداش قدم رنجا کردیم. همین دیل ما باور میکنم خدر شد که امروز ژورنالیستیکای تاجیک قدر منزلت خود پیدا کرده است. رحمت محترم اقدام نیک ادامه می‌یابد. البته روزهای وزن‌تری را ما پشت سر کردیم. ما هزاران و هزاران فرزندای سرسپرده ملت از دست دادیم و من از انمی قلم ژورنالیست، انمی سخن برای ناطقان، سخن برای شارحان وسایل اخبار آمد توانست انمی ملتی پراکنده را زیر لوای پیشوای ملت، زیر سرپرستی پیشوای ملت امروز جمع آورد و من هیچ وقت از یادم نمی رود سالهای 92 وقتی که ملت تاجیک در یک ورطه نابودشوی قرار داشت، من انمی ژورنالیستان توانستند ملت تاجیک را به دوستی و همدیگر فهمی دعوت نمایند. سبب نمیگه که سخنگر از دیگی دانا نخواست زیبا نیست، برش خلافی مطبوع نفس ها زیباست. برای ژورنالیست شدن البته پیش از همه به گمان ما از نگاه سیاسی آدم باید پاسخگو باشد. دوم این وطن را دوست بدارد. این همین خصوصیت های بهترینی ژورنالیست است. من نمیخواهم در غیب به شما یگان سخنی بگویم. ویژه شاگردان ما محفل شاهنامه‌خوانی ما حمیدیان آرزو حضور دارند، علیشیر حضور دارند. من یک گپ میگفتم که هرگز وقتی که شما سخن میرانید بر ضرر دولت نباشد. و حتی من همین عبدالمومنی که یاد گفتم گفتم که تو خارجه میروی، من همون وقت سیوف هم به خاطر آوردم که سیوف از همون رادیو برگشته آمد و لعنت فرستاد. شما جوانید، شما را میخرم فروخته نشوید. لیکن فکرم آرزو خبر دارد کپی خواهش میکنم. عبدالمومن بسیار کپی خوب بود. من یک گفتم داریم که مسئولیت ملی ولی من گفتم پریلیف کردی که اصلاح در آورده نادرست است. من این پریلیف کردم ماستر نظر دارم. مسئولیت ملی گفت که ما مسئولیت ملی داریم، ما را هیچ کس نمیتواند که به طرف خود بکشد. خب گفتیم از سلیمان هم گفتم وقتی گفت که رادیوی خراسان میراد، من گفتم سلیمان نرا اونجا، اگر روی یک مسئولیت از کلانترا بگیر. برای هم که اما گونه که فردوسی میگوید همه مرز ایران پر از دشمن است، همه مرز ما در بالای ما پنجه های دشمن و این را باید هر شخص بفهمه که وطن خواهی، وطنداری ما را نمیگذارد که هم دیگر ستیزی کنیم
یا مثلا خود را نشناسیم، همدیگر را نشناسیم، این بسیار بد است. اینجا چند نفر سخن میکرد و من ایراد گرفتم که خاموش باشن، زیرا میگن که تا توانی از لب صاحب سخن فیض گوهر این صدف از هم جدا گردد گوهر آید برو. اون صحبت‌های شخصی را در هم انجام میکنید و اما صحبت‌های مردم اصیل را چون ظفر میرزایان شما در یکان جا نمی‌یابید. بدبختی ما هم همین است که ما گوش نداریم. اگر گوش داره گوش نداره. درباره سخن و آزادی سخن و روزی مطبوعات تاجیک گفتنی ها زیاد است. میگن که از فتنه زبان قلم احتیاط باش، غافل مشو که گردن مار گرفتگی. اون قلمی که در دست ما هست و امروز اون کلاویش های کامپیوتر هست یا این پیشگاه ها هستن یا که اینترنت هست، فیسبوک هست، دیگر هست، شما هیچ وقت از خاطر نبرارید که اگر آنها را برای درست کار بفرمایید شما وطن ساز هستید، ولی اگر برعکس میگردد شما وطن سوز میگردید. وقتی که وطن میسوزد شما خودتون میسوزید. من اقصای جهان را گشتم، من مفخرم که بسیار دولت ها را دیدم. در همه دولت ها آزادی مطبوعات هست و هم آزادی مطبوعات، آزادی ژورنالیستیک در همان جای به پایان میرسد اگر ژورنالیستیک به منفعت های ملی و منفعت های دولتداری و به منفعت های حکومتداری دلخواه حکومت سردکه می رود. در اینجا مرز هست که اون طرف پرها را میشکند، پرها را میسوزد. شما فکر نکنید که هر نفر سکالتو یا هرزگو یا هر نفر ببسره که امروز نشسته پس کامپیوتر نمیدونم از کی کدام یک دولت دور یا که در همین نزدیکی با امضای مستعار سفسطه می نویسد، دروغ می پراکند، آبروی ملت را، آبروی دولت را، آبروی حکومت را میرزاند و موجودیت وطن را زیر سوال میگذارد، این به مطبوعات بستگی دارد؟ ندارد. مطبوعات کسبی است. هر نفری که با امضای خود می نویسد این ژورنالیستیک است. هر نفری که با امضای مستعاره که فرض مثال در گازیته پایک اسسر یا کلیابسکای پراودا به عنوان نارودنای گازیته می نویسد و محرر می داند که این چیست، این ژورنالیستیک هست. و اما دلخواه مطلب و موادی که با امضای مستعار در دلخواه جا نشر میگردن این ژورنالیستیک نیست. این رو فرقیت گذاشتن در کاغذ. می‌بینید در روسیه اینها رو иноагент نام کردن. иностранные агенты, которые разрушают устройство государства. انا همین گونه هست. سربسته از مطبوعات آزاد قیمابی و بیزاری مینامند تا همین لحظه ای که حاضر ما میبینیم این دروغ محض است. تنقید کردن لازم است. ما هم تنقید میکنیم. هر نفر گازت استر رو میخوند میدوند که ما شعار داریم ستون بر بام ملت قامت ماست و میدونی چرا ما میتوانیم. در دلخواه شماره ما از 50 تا 60 تا 70 مطلب، پیامک، زنگ تلفنی، مهمانخانه، فیسبوکی مطلب های تنقیدی می روند و اما همه اینها مطلب های سازنده هستند و اصلاح می شوند. و امروز که در مطبوعات جهانی در سطح جهانی تاجیکستان را از روی مطبوعات آزاد، آزادی مطبوعات و ژورنالیستیک خصوصی برگزاری میکنند، یک خدمت رئیس شهر کلوب هم هست که در تمامی ولایت ختنا و ولایت سوخت و ختنا و ولایت بدخشان تنها در شهر کلوب گازیته آزاد هست
газетаи хусусӣ аст, газетаи ғайрирасмӣ пайк вуҷуд дорад. баъзеҳо ин газетаҳоро мо ССЛ ё пайк ё фараж ё дигару дигарро газетаҳои ғайридавлатӣ мегӯянд. ин комилан нуқтаи назари хатост. мо бо давлат ҳастем, дар давлат ҳастем ва бо давлат мемонем. мо хусусием, мо расмӣ нестем, аммо хусусии расмӣ ҳастем. ва хизмататон арз бикунам ки ҳар нафари газетаи моро мехонад, мо попархам дар паҳлӯи ҳукумати Тоҷикистон, миллати тоҷик, давлати тоҷик ва сарвари давлати тоҷик то ҳастем. имрӯз мубинед ки зарбаҳову шаттаҳову набардҳои идеологӣ чунон авҷ гирифтанд. ман дар шумораи гузашта журналистикаи ҷаҳонро баҳои 2 гузоштам. зеро дар соли 2022 журналистика ба 2 самти мутақобил ҷудо гардид. онҳое ки аз Украина ва ғарб ва амрико пуштибонӣ мекунанд ва онҳое ки аз Россия ва мутафиқинаш пуштибонӣ мекунанд. дар ин байн ягон расона ҳақиқатро намегӯяд. ман тамомии расонаҳои хориҷиро гӯш мекунам ва шумо ҳам гӯш мекунед. он чизе ки расонаҳои русӣ мегӯянд кулан якҷониба ҳастанд ва аммо он маводу матлаб ахборе ки расонаҳои хориҷӣ мегиранд меоранд, онҳо аз яктарафа ҳам яктарафа ҳастанд. онҳо расонаҳои таассубгаро гаштанд. онҳо ҳақиқат барои онҳо ягон зарра вуҷуд надорад. ман мехоҳед мисол ҳам меорам конкрет. вақте расонаҳои русӣ якҷониба баҳогузорӣ мекунанд ва аммо ба миллатҳои дигар кор надоранд, расонаҳои хабарии ғарбӣ мутаассифона тамомии миллатҳое ки дар Россия зиндагӣ мекунанд инҳоро антиинсонӣ эълон карданд. онҳоро қабул надоранд. онҳоро шахсҳои дуввуму саввуму чаҳорум дараҷа эълон карданд. ва мисоли наздиктарин ин конфликти Қирғизистону Тоҷикистон буд ки ҳарчанд расонаҳои мо бо факту рақаму далел аз манофеи миллӣ пуштибонӣ мекарданд, расонаҳои қирғиз ки зери грантҳои амрико ва аврупо ёдатон бошад ҳатто ба мо дарси демократияву озодӣ меомӯхтанд, онҳо кулан яктарафа ва дурӯғ менавиштанд. расонаҳои мо рост менавиштанд, бефилтр менавиштанд ки ин ахбори мо худ собит месохт ки агрессор аст. як бародаре буд вақте ки мо дар соли 2001 Хатгон прессро таъсис додем ва дар водии Кӯлоб усулан журналистика фавтида буд ва паҳлӯи мо рост шуд як ҷавони зебо ва хеле пешрафта бо номи Бахтиёр Назаров буданд ки имрӯз раиси шаҳр. ман мегӯям инҳо чӣ кор карданд. вақте ки мо Хаткомпрессро кушодем, соли 2001 соли вазнинӣ буд. инҷо шогирдони анамин мактаб ҳастанд, Ширин ҳаст, Далер ҳаст, журналисти рақами 1 Кӯлоб Дилшодҷон ҳастанд. шукр мекунем. Орзу Ҳамидов яке аз журналистони фаъоли мо буданд ва Аҳмадшоҳ ҳам буданд. Суҳроб Шоҳакои Асаниддин, ҳамаинро мо як гурӯҳ ҷамъ кардем. мо биное надоштем ки дар он истем. Сафаров ҳам буданд. хулоси калом, Бахтиёр барои мо аз анамун меҳмонхонае ки нав таъмиру тармим мекард беҳтарин ҳуҷраҳои кориро ҷудо карданд. ва ин ки журналистикаи тоҷик маҳз дар музофот рушд кард, тараққӣ кард ва то пойтахт ва дигар гӯшаву канорҳои ҷаҳон ҳатто рафта расид, ин хизмати Бахтиёр Назарзода ҳаст.
زیرا ما میتوانیم ما یک آزمون دیگر داشتیم با نام پربیننده ترین نواری ویدیو کانالی یوتیوب کانالی SSSR TV. در همین نواری که ما پیشنهاد کردیم در اونجا یگان جای دروغ و راستی نیست. اونجا چند نفری که وارد میشوند جامگیرشا خوب میدونه دیگه چند نفری که وارد میشود اونجا می نماید حساب میکنند ما نه اینترنت حساب میکنند و راست دیگر باعث افتخار و سرفرازی است که جای اول را همون نوار گرفت که ما با یک روز کاری رئیس محترم رو تماما تصادفاً و غافلاً که شما هم انتظار نبوده آمدیم به نوار گرفتیم. ضمناً دیپلم SSSR داده شد به نظرزاده بختیار خدایار برای جای اول در آزمونی پربیننده ترین نوار یوتیوب کانال SSSR TV 164,000 تماشا و لایک. شهری کلوبی بازدید توجه مردم اشتباه معظم ملت دائم میگوید که توجه من به شهر کلوب این دیگه است. این من فکر میکنم که توجه مردم توجه تمام مردمی که در داخل کشور و بیرون از کشور زندگانی میکنن وقتی که کلوب میگن در ببینیم چی است. برای همین از اون رحمت توفایمون دوام داره. وقتی که ما توسط اینترنت پیشکش کردیم در کامپیوترها دیدن جایزه ما هم هست. یکی از کامپیوترهای خیلی خوب بچه ها میدونن کامپیوتر پرایم آسوس بعد رئیس کرد و این لاله که از خاک وطن ساخته شده است. ننگی کلوبی میگم. ما یکدیگر گفتیم نیتک پیمود برای همین جمعیت خود گناه شد. مبارک همه شما بود. من فکر میکنم که اگر رئیس را شما دوست نمی‌داشتید شما تماشا نمی‌کردید در این آزمونی بین المللی اینترنتی که واقعا هر تماشا میبروید جای اول رو نمیدونم. مبارک ما مطلب نفر میزوش گذشتگی امداده که روبار دستگاه بودن و شخصیت هستم. مبارک باشه. با همین مضمون با نظرین و مطلبی با همین مضمون با مربوط نیزو با همین
خدا فیروز با همین مضمون با خدایار ولیف با همین با همین مضمون با سفر بختیار بگو